ماشینم را نزدیکی‌های پارک کرده بودم، اما باید در خلاف جهت او می‌رفتم. هرچند قدم که برمی داشتم، چون دیوانگان به پشت سرم نگاهی می‌انداختم تا شاید زمان در آن لحظه و ثانیه به نفع من می‌ایستاد. برای چند ثانیه که خواستم نگاهم را برگردانم، او را نیافتم. در نگاهم چون نوری که در مه محو شود محو شد. همانطور مثل بچه‌ها ایستادم و به سمتی که میرفت نگاهم را دوختم. چند دقیقه بعد یک ماشین از پارک خارج شد و راه افتاد، اما فاصله زیاد بود و من سنی ازم گذشته بود. پس خوب نمی‌دیدم که شخصی که در داخل ماشین بود خودش بود یا نه. این بود که دور شد و رفت. آن لحظه احساس کردم که قلبم از جا کنده شده باشد برای چند ثانیه و سپس دوباره سر جایش قرار بگیرد. لحظه‌ای به خودم آمدم و دیدم که هنوز نگاهم مضطرب و پریشان به سمتی است که او رفته بود. ماشین را روشن کردم و راه افتادم. دیگر خودم نبودم. هزاران فکر و تصویر آن لحظه‌های ناب که از جلوی چشمانم گذشته بود، ذهنم را چنان درگیر و مشغول کرده بود که خودم نیز درمانده بودم که چرا. در راه بودم که دخترم زنگ زد. بابا خیلی نگرانت بودم. چرا دیر جواب دادی؟ پیام دادم برای شام بیای اینجا، اما جواب ندادی. واقعا نگرانت شدم. چیزی شده؟ در جواب: نه دخترکم، ببخشید که نگرانت کردم. تو راه هستم، رسیدم حرف میزنیم. باشه بابا جون، منتظرتیم. لحظه‌ای به گوشیم نگاه کردم. چند پیام هم از دوستم دریافت کرده بودم. اما چه شده بود که من اصلا حواسم به هیچ چیز نبود و متوجه آن نشده بودم؟ این سوالاتی بود که چون پسرکی نوجوان دنبال جوابهایش میگشتم و همه چیز برمیگشت به آن شخص ناشناس. او که بود؟ چرا باید من محوش می شدم؟ اگر واقعا از او خوشم آمده باشد چه؟ اگر دیگر برنگردد چه؟ اصلاً اگر از او خوشم آمده بود چرا به او شماره ندادم؟ یا نه، شاید او کسی نبود که بتوان به این سادگی ها به او نزدیک شد. اما من هم کسی نبودم که چیزی یا کسی نگاهم را چنان محصور خویش کند که یادم برود بیشتر از 2 ساعت آنجا نشسته و محوش شده باشم. پس ما که بودیم؟ آیا واقعا باید چنین با هم آشنا می شدیم؟ یا نه، شاید همه چیز فقط همان 2 ساعت بود و دیگر هرگز تکرار نمی شد. آخر او رفته بود و من نمی دانستم که آیا برخواهد گشت یا فقط مسافری بود که چون پرنده‌ای کوچ زمستانیش را آغاز کرده باشد و برای 2 ساعت آنجا اتراق کرده باشد. و هزاران سوال دیگر که مغزم گنجایش آن را نداشت. دلم یک موسیقی غمگین خواست که دلگیر و هیجانی باشد، اما در لیست آهنگ‌هایم نیافتم. می‌خواستم فکرم را منحرف کنم و به جای دیگر ببرم، اما نمی‌شد. چیزی مرا چون یک آهنربای مغناطیسی به آن پارک می‌کشاند و باز رها می‌کرد. انگار دنیایم عوض شده باشد. دلم چیزی می‌خواست از من و من نمی‌دانستم آن چیست. حیران مانده بودم از دست دلی که سالها بود بی‌اعتنا به زندگی فقط و فقط زنده بود. آن هم شاید به خاطر دختر ماهم و نوه زیبایم، امیدهای زندگیم. نزدیک در که رسیدم در باز شد. دامادم بود. سلام آقا جون، خوبی؟ نگرانت شدیم.
چرا دیر کردی؟ گفتم سلام پسرم، ممنونم، بد نیستم. ببخشید که نگرانتون کردم. برای چند ثانیه به سر و صورتم نگریست. احساس کردم چیزی روی صورتم نشسته باشد. ناخودآگاه دستی روی صورتم کشیدم. دامادم خجالت کشید و سرش را پایین انداخت. بفرمایید، من سوپرمارکتی سر کوچه کمی کار دارم. الان برمیگردم. زنگ در ورودی حال را زدم. نوه‌ام با اشتیاق آمد و در را باز کرد. سلام بابا بزرگ، خوبی؟ ما نگرانت شدیم. لبخند زدم و گفتم سلام عشق بابا بزرگ، ببخش که نگرانتون کردم. دخترم نگران نگاهم کرد. سلام بابا جون، خوبی؟ مشکلی پیش اومده؟ همه طوری نگاهم می‌کردند که انگار دیگر آن آدم سابق نباشم. نمیدانم در چهره‌ام چه برافروخته بود که نگاه‌هایشان را به خود جلب کرده بود. سلام دخترم، تو چطوری؟ خوبی؟ گفتم نه، خدا رو شکر مشکلی پیش نیومده. فقط ببخشید که نگرانتون کردم. مکث کرد و ادامه داد آخه معمولا اگه اینجا هم نیایی یا زنگ میزنی یا به همون پیام میدی، اما امروز حتی پیام هام رو هم جواب ندادی. واسه همین زنگ زدم، نگرانت شدم. آهی کشیدم. میدونم، منو ببخشید. این را گفتم و رفتم تا یک دوش بگیرم. حوله و وسایلم را برداشتم. معمولا زیاد به خونه دخترم میرفتم و او همه چیز را برایم آماده کرده بود. زیر دوش دلم میخواست با صدای بلند آواز بخوانم و فریاد بزنم. در آینه خودم را نگاه میکردم. انگار شور و اشتیاق به زندگی در من زنده شده باشد. این حالت در چهره‌ام موج می‌زد و هر کاری می‌کردم حتی نمی‌توانستم از خودم مخفیش کنم.